گفتم برای دونات فیلم بگیرم براتون. 2 تا تخم مرغ و 100 گرم یا 50 گرم کره و وانیل با یه دونه البته وانیل میخواد. اینم من برای پودینگ و برای روی دونات هم استفاده میکنم. 1 لیوان و نیمی هم شیر ولرم میخواد گرم. البته آردم 5.5 لیوان. اینم پودر خشک خمیر مایع هستش که باید اندازه 11 گرم یا 10 گرم اضافه کنیم با 5.5 لیوان آرد. اینا رو با هم قاطی بکنین. بعد که با هم مخلوط کردین بذارین خمیرتون استراحت بکنین. بعد از استراحت پف میکنه. پفش رو بخوابین، دوباره ورزش بدین و بعد دوباره که پف کرد بعد نیم ساعت میتونین قالب بزنین و توی روغن سرخش کنین. به این صورت که شد دیگه بذارید استراحت بکنه. گوشه یه پارچه بذارین گرم بشه تا خمیرتون پف کنه.